بهترین کودکی، یعنی بچگی تو کوچه بازی کردن تا ظهر بازی کردن، ظهر با کتک خوابوندنمون، اینا رو بچهای دهه 60 کشیدن. مثلا شما نمیدونید چی هست دنیای رنگی خلوت دوست داشتنی، خانواده بدون موبایل، پدر مادرایی که از ساعت 2-3 با هم هستیم، شام با هم خوردن، نهار با هم خوردن، دوره سفره با هم خوردن، همه چی مزه داشت تو دهه بچگی ما، تو نوجوانی ما. میوه ها مزه میوه میداد، غذاها مزه غذا میداد، رنگا رنگ بود، همه چی. ببخشید اینو میگم، الان من گاهن خیلی ببخشید، ولی گاهن حتی من پدر مادرهای این نسل میگم وای خدا، این مثلا این مدل مادری یا این مدل پدری. خب دهه 60 کیف کردیم، استخرای سربازی که میپریدیم توش با شادی و سرویس های مدرسه که اگر بود اتوبوس، اصلا سرویس یه مسیر، اصلا نسل جدید نمیدونم مسیر مدرسه یعنی چی، بوی بازی های راه مدرسه اصلا نمیدونن یعنی چی، بازی های راه مدرسه اصلا یعنی چی، کردنش تو سرویس، باز تو سرویس انداختنش تو مدرسه، بچه رو دوباره کنسرت شده میارن در خونه تحویلش میدن، نمیفهمه یعنی چی. عیدو متوجه نیست. ما 2 بار 3 بار 4 بار اگر حالا با توجه بخون لباس خریدن، لباس نو، بو لباس نو، بوی کتاب نو، بوی نویا رو اصلا این نسل متوجه نیستن. یکی از چیزایی که از دست دادن بوی نوعی رو ندارن. ما داشتیم، من عاشق این بودم که اون اول دوم سوم که کتابامون رو می آوردن، بعضی وقتا مثلا کسی داشت داشتم اینو با اول باز کنم، توی روی جلد یه کتاب 41 سالگی نوشتم کتاب را باز کن، بود کن، لبخند در خیلی دوستان. هنوزم من کتاب بو میکنم بی اختیار لبخند میزنم. اینا رو ندارن، اینا رو ندارن.